سلام علیکم دوستان عزیز، من همو امشب در دبی همراه برادر عزیزم عبدالناصر افتخاریم و افتخاریم همه تاجیکستانی و تاجیکان. یکی از مشهورترین تاجیک در روی دنیا، تمام دنیا میشناسه. ما بسیار افتخار میکنیم. چند سال شد ندیدیم عبدالناصر؟ سه چهار سال پیش دیدیم. ما بسیار شدیم که چنین موفق شدیم و امروز در دبی در تمام دنیا تو رو میشناسن. برای پخششگاه من برای هموطنان ما یک سلام گرم شد. سلام علیکم. پخششگاه که بزرگ پخششگاه خودم تمام هموطنان عزیز، تمام اپا و خواهران برادر عزیز، هزار رحمت برای دستگیرتون. ما فخر میکنیم که ما تاجیک‌ها در دیگه دولت‌ها رفته دولتی تاجیکستان نام شب برداریم. ما فخر میکنیم همه وقت تاجیکستان با پیش، همه تون دوست می‌داریم. رحمت. هر یک تاجیک هم که در همه سوی فعالیت جویدی پیش رود